مشکل با پاتریوتای جهان چیه؟ اینه. اوکی، شما میخواین قیام کنین لیبرالیسم رو کنار، علیه خودتون قیام. بعدش چی میشه؟ قانون اساسی بچه اساسی نیست. 30 سال اول مردم کره زمین پاتریوتای جهان رو میگیرن، خوبه. بعد از 30 سال فحش‌های ناموسی به افلاطون شروع میشه، ویلیام شکسپیر شروع میشه. الان مملکت دست آخوند و بهایی و زرتشتی و یهودیه. در هر کشوری از جهان مردم ناراحت میشن، میگن مادر دینتون، مادر فلانتون، خوشحال خانواده به اون میگن. به مولوی دیگه خوش نمیدن، به سعدی دیگه خوش نمیدن. دعوای ما از شروع میشه. فلسفه ناکوانتومی چی میشه؟ یعنی ای پاتریوت عزیز ایتالیا، زمانی که قیام کردی از دست لیبرالیسم راحت شدی، از دست خودت راحت شدی، بعدش قانون اساسی رو کی به تو اجازه بده؟ چقدر سطح فکر و شعور داری که قانون اساسی بنویسی که جدا شدن از خودت رو به دیگری تدریس کنی؟ کی به شما گفته قانون اساسی بنویس؟ چه وقتی افکار عرفانی به قانون تبدیل میشه؟ این سوالیه که ما از پاتریوت‌ها میپرسیم.